جامعه چینی ها در پاریژ روز شنبه سال نو ملیشان را تجلیل کردند. تجلیل سال موش بر اساس موجر چینی امسال با نگرانی ها از گسترش ویروس نو آلوده بود، اما با وجود این مردم به تماشا برآمدند. ویروس مانع بیرون آمدن ما نمی شود. ما باید زندگی را ادامه دهیم. عین زمان رهبران فرانسه راههای پیشگیری از پنج شدن ویروس در کشور و بقیه اروپا را بررسی کردند. گروه ما به فرودگاه چارلز دگول می رود. همان گونه که هنگام ورود آخرین هواپیما از ووهان رفته بود. این فرودگاه اصلی فرانسه است که کشور را با خط‌سیرهای مستقیم به چین می پیوندد. با زیاد شدن گرفتاران بیماری در جهان، کشورهای دیگر نیز احتیاط را پیشه کردند. یک متخصص چینی هشدار داد که ویروس نو ووهان قوی تر شده و از انسان به انسان زود سرایت می کند. از سرایت شدگان ووهان ویروس به دیگر ولایت ها گذشته است. احتمالاً در بعضی از ولایت ها نوع دوم ویروس که بسیار خطرناک است پیدا شده است. مقامات چین میگویند برای گرفتن لجام بیماری همه کار را میکنند. این بیماری نو است. ما معلومات زیاد درباره‌اش نداریم. درباره تغییر ترکیب آن دانشی واضح نداریم. وضع اپیدمیولوژی پورا زیر نظارت نیست. حکومت چین ولایت ووهان با اهالی 50 میلیون نفری را منطقه زیر کرانتین اعلام کرد. همچنین با شتاب شفاخانه مخصوص برای معالجه بیماران می‌سازد. در امریکا گرفتاری 5 نفر به بیماری نو ثابت شده است. 100 نفر دیگر زیر نظارت طبیبان هستند. سرایت بیماری تا 2 هفته را در بر می‌گیرد و برای معلوم کردن آن هم وقت لازم است.